بعضی خوانندگان و بعضی اویله‌های بعضی قسمت‌های هستند که تا به حال نمی‌دونند که فرزندان آنها به کدام سمت دیگر است و ما باید امروز اینها را کوشش به فرجام دهیم که از آن همون آوان ابتدایی یعنی الکی کودک صنف 5 وارد شد و باید الکی داند که چی ساحه را انتخاب کرد و باید پس کدام ساحه او فعالیت کند و امروز آن همون دور رسیده است که ما کودک را الکی از آوان مکتبخانه‌اش تیار نماییم با آن همون سمت ساحه انتخاب کرده خودش و اگر ما این فعالیت‌ها را امروز با راه اندازیم تمام شرایط مهیا شده است و تنها معرفت شهروندان را در این جاده باید کمی هم بلند برداشت که آنها همون توانند که یک مصلحت درست را برای فرزندان خود داده توانند و این نکته ها را ببینید که پیشوای ملت برگشته هم در سخنرانی هایشان هم در برآمدشان و هم در پیام امسالشان به حد این را تاکید نمودند و یادآور هم نیز شدند که ما ببینید زیاده از 46 مؤسسه عالی برای آماده نمودن کادرهای بلند اختصاص یعنی شده ایم که عموما ببینید که لیسه ها یا که مخصوص برای کسب آموزی یعنی 800 دیگر قسمت ها یعنی همه اینها الکی در حکومت جمهوری تاجیکستان راه اندازی کرده شده و ببینید تا حتی پیشوای منظم ملت نقشه با نقشه گرفتن که چند مکتب دیگر ما باید کوشیم که هر روز یعنی طلبات یعنی سرمایه انسانی زیاد شده است و هم یکی از مسائل اساسی کلیدی پیام هم نیست در همین بود که سرمایه انسانی هر چه زودتر ببینید که امروز افزایش اهالی جمهوری تاجیکستان که زیاد شده است و وابسته به این طلبات ما باید همون روند متخصص کنونی جامعه را تامین کرده توانیم. سپاس، تشکر میگم از شما.